ای بابا عید روزگاری هم میشه. ان عید قربون هم بیاماد، عید روزه هم به گندگی به بیماری گیر کردم. عید قربون بیاماد، یک روپه به کیسه هم درک نداره. نه پول دست درخت درک داره، نه پول جفت کوچی درک داره، نه یک واسکت، نه یک مرگ خاک. آخه زندگی همیته میشه. خود مگر فکر به اصل بردارم. آخه به می جوانی من مگر احتیاج و محتاج به کسی باشم. یعنی چی آخه؟ دست خود به پیش از این دراز کو، دست خود به پیش از این دراز کو. یک فکر به اول خود داره برادر. این آخر عاقبت تو چه کار میشه؟ من نمیفهم که چه کار کنم. بله. بله برو شماره قدیشویی یعنی چی؟ قدیشویی نگو یادم بیاقل تو خیلی چی بکشه. بله یا خاله چی ماستیم؟ بله. برو من قدین پاردی یا وقت زن خونه بگوره همین تو بشوری خیلی نا شما رو بیاییم ببوریم میشیریم. دیگه از اون خاطر به خونه تنظیمی یا دیگه گفتم باشه به شما زنگ زنم بیا که شما نگه بگوره میشوریم گفتم بیایم از ما رو بگوره بشوریم چشم خاله جان میاییم میشیریم. چند تا قلیون هست؟ 4 تا برو من 4 تا 4 تا. 4 تا قدین نمینا بیایم بگوریم بشوریم خونه شما به کجای خاله جان؟ خونی مبرو خود سوخته خب اگه قربان لون بیده همین تا که پیش میایم هم در خونه بسکنیه در خونه شما چیه؟ صدا شما نفهمیدم خاله جان، جا خورد تغییر دیم. قربان من قلیب این تبیعی تعلق قربان لون بیده همونجا با استاجونی هم دام سلام آنم وقت شما با پیام استاجونی که بیامودید اما زنگ زنیم خدا خودشون خوبه سیه خاله جان، خوبه. چشم حالا بسته چرخ میان. خوبه بفهمیدید کجا بفهمیدم سیه خوبه. سیه پهلو کاربال لون بیده ده و همینجا اشغال دونیه. سیه خوبه. تا 10 دقیقه دیگه میرسون. خوبه چشم. کی خدا میدونه به قلینشویی ماست زنگ زنه و من بدبخت بیکار زنگ زده که عبر ندارم به دب بزنم. سیخ سرخیم 4 تا قلینک میگه بیا ببر بشور. چشم به سر اردو چیشون. قلینکار میبرم میشورم، اونکار میبرم میفرشم، گولکار میزنم به بدن، با خود رخت و لباس تیار میکنم، لپ جپ اید خور میگیرم که دیگه تو بشی که اشتباهی به شماره قلینشویی زنگ زنی. مگر دانم حال بشریه یک چوکه موکت 5 متری ندارم که بشورم. من قلینشویی دارم. روزگار برابر شد. 3-4 خانه میرم کرایه میکنم، میبرم بدم سرازی قلین کار بار میکنم، میبرم اون کار او میکنم، پولکای هم به خود بس رفید خور میکنم. این هم کار جور شده. تو حال مای مرتکه را کجا پیدا کنی دیر سرت میشه قلینا ببرده که بشوره خدا بده قلینا دمی شخ شده مرتکه خودی قلینا ترفته بدمی حال شکار کنی بس سکه روز تا شب تو خودی همی باسکل چکر بده ما باشه به سر کارا برون چکار خود تو خبر نداری مدر دن دارم به قلینشویی که قلینا بیا ببره بشوره مرتکه هم ببرده چند روز میشه 4-5 روز میگه مرتکه ببرده درک نداره قلینا هم برفته برای کار خو مرتکه هم برفته چه درک نداره تو به امون خونه میری ابا من به خونه اون مادر زنگ زدم به قلینشویی بیا ماده قلینا رو ببرده. آخه برادرم تو که به همون خونه بیدی اگه نانا سواد نداره تو که سواد داری همون جوگا زنگ زده بود به همون شماره تو در همون شماره چک میکردی که آیا بابا همین شماره به قلینشویی هستی یا نه همین مادر به همین قلینشویی واقعا زنگ زده یا نه کارتا ببردن در قلینشویی میگه لالا قلینشویی من یه قلینا شما کسی نورده انا ما کجا برم ما کی سراغ کنم ما کی سراغ قلینا بگیرم کی نه کانال جواب مرده اما خب چی میفهمید اون که مادر اشتباهی زنگ میزنم ولی در قلینا گم شده
نه دیگه تو چی خبر داری خیلی که روز تاشون خودی باسکیل از این سرکوچه به این سرکوچه عادی محله به اون محله بری تو به این کارا که کسی نورده مکتب میرون درس میخونن دیگه سر تو درس بخوره سیک و گلموشین باقی میفروشی یا نه تو فکر میکنی تو میبرن به تخت دولت میشونن میگن تو برو اونجوگا قرار کده برجی 30,000 روپیه هم تو معاش میدن اگه تو گلموشین نفرختی یعنی برو که من خودی مامان خودی رولا برو قبل دارم یک فکری بکنه مگر عید به تا خونه گوزی تو رو کنی مردم بشونی تو مدام هیچ کاری خبر نداری تو همین که مدام برسی خود بیرد کردی همین که شنبالغوزه افتاد خاک من رنگ شما برارا از شما برارا من خیلی ندید و به خیر خوشی به روی عقبیم خیلی نبینی کجا بودی ماما؟ ای ماما به کجا بیدی گوشایی بیا مادم پیش شما کار داره سلام علیکم شتن ماما خوبی خیریت بخیری شتن مادر تو اینا برار تو اینا خوبم همگی شکر خوبم ماما کدو برار ماما ماما جو سعی کنین که من بیام آدم شما کار دارم همین چند روز جلوتر مادر من قلینا مار به در کرد زنگ داده میده به قلینشویی که مرتکه بیا همین قلینا مار ببره بشوره مرتکه مادر من اشتباهی شماره بگریسته قرار کرده زنگ داده به قلینشویی خدا میدونه مادر رو به کی زنگ داده مرتکه بیاد قلینا را 4 5 6 روز میشه و اشتباه برده انال هرچی به مو شماره زنگ نمیزنه و شماره خبوشه غیب الا الله شده انال 20 25 هزار روپیه ما قلینا ما برابر قوم شده من نمیفهم چیکار کنم دمدما ایدی تا خونه ما لیک انال تا خونه ما بی فرشه لیست که تا خونه ما خب من امال از شما پرسان کنم شما برارا با کجا بودین که مادر شما زنگ زنه به قلینشویی که تو یا قلینا مار ببر شما چه کار میکردین آخه شما هم که خورتککای نیم که خورتککای باشیم که اثرا بدل شدن نتونیم میرفتیم خودی قلینشویی گپ میزدیم که میام قلینشویی قلینا شما رو برمیدش میبود حالا ما برو مرتکه از کجا پیدا کنم من چی میفهمم کی بوده نمیفهم ماما حالا من چه کار کنم حالا من بیام آدم پیش شما یک راه حل یک فکری یک خاک به سرم بیارین که ما چه کار کنم حالا مرتکه را کجا پیدا باور نمیکنی صبر کنی که ما برای شما رو زنگ یک دقیقه ماما خیلی کار آسون هر چیز زنگ نمیزنیم ماما خاموشه مرتکه دوپی خدا ناترسی بیا مادر فرچار بردشته راه خوبه گرفته برفته برک کن شما عمرانی خوراک برام سوان کردیم عدل عمر تم شده عباس کارا خوبه میکنه خود شما که به قبرستون نبودیم میامدیم همه قلینا کار میبردیم یک موترشویی یک قلینشویی یک قبرستون میبردیم اینا میشنیستیم دیگه خود نمیفهمه بیچاره دیگه اما خدا جنجال به سر رخته که نمیفهمه این شماره است کی شماره است کی شماره است کی وای اون فکر کردم شماره چیک بکردی که تو می بابا زنگ زدی که تو بیا که می قلینا بور بشیره اون فکر بکردی تو هر کس میرسی زنگ میزی که تو بیا می قلینا بور بشیره بیا اشتن شکر بابا چه باشی اگه چیزی بشو کی؟ یکی چیزی باشو رشته ای خود رشته ای یعنی رشته ای تا که شما به فیریکی نمیبینیم بابا میگو قلینا یعنی پیدا باشو چی؟ انا رایال داره رایال لی بیا ورده رایال خوازاده نمباس بیا ورده بابا این شیار ما شما نمیفهمه یعنی چکار کنم باز بابا این پیش داده بیدیم از این هم واپسی دورونی تیر کده بینیم که از مرتکل میگیلم که نبینیم ببین شونای باف کنیم فکر کنید شما رایال بیا ورده نال هن نره بسو میگو رایال شما چه اینکه کارا میکنید شما چه نمیفهمید بگو برو جو من زنگ زدم بیبی تو زنگ زده هم بیبی به زنگ زده خود چرا همین شما رو چک نمیکنید گرمی از خانشی هست یا نه 4 تا قلیم به این شما کم پول میشه دور بخورم بخیر یا پیش خود تو زنگ زده بگو که من زنگ زده غنشی یا قلینا برو بشیره هر میگه شما میگه پول نیاچین چکار دو حالا که برفته خدا رو ترس برفته غیر که دیگه گلک بیریشه و تمام همین سیمسیاری ها بگرده اون غیر اون خدا رو ترس که غیره نبوده غیر از اینکه همین سیمسیاری ها بفروشه دیگه به جای نمیفروشه اما خانه که دیگه بگرده غیره خود میشناسید حالا دیگه من نداگه دمینی دیگه تا خونام لیست که من چکار کنم حالا میگه بابا خود رایال پیدا کنه رایال نمیده که پیدا شده
این پیدا میشه. خودی میگه به سینسیری سیمسیاری بگردیم بعد پناه به خدا باید پیدا شه. این مال چی شما مادر تو؟ مادر من؟ آه. مادرم خب هم خود گفتن من میرم که هر جور یه ایوان سچرگه میشه سچرگه وانیم ببینم هم رنگ و مرتکه ببینم بگم غلینا رو بیاد اکتور کنم سلح اضافه که بیاره 6 دفعه میشه غلینا که بیاره 6 تا کجا من دیدم این 4 تا میده یعنی 6 دفعه بیاره مرتکه غلینا یک گپا نمیزنی به مرتکه با داره با غلینا رو میاره یا پیدا میشه که مادر رو پست بکنه بگو حالا غالمغال نکنی فایده هم نداره. شما اینجا سر صدا میکنی وقت گیر لگور همین سیمسیاری با پا بعد پیدا شه بخی. سیمسیاری چیه؟ عباس سیمسیاری نمیفهمی بگو چیه؟ همینه که لازم خونه میفروشم. ولی اینجا خبر خب بعد پیدا شه دیگه خیلی که اونجا مردم میفروشه دیگه. یا وقتی بری بخی کجا بله؟ بخی دیگه اون سیمسیاری رو بگرده بخی که باید غلینا پیدا شه بخی نه من باشه گشنه هم لیمه من نه کنه دیگه شما باید سفید میرسید. ما مگرم برون دیگه کل کنه میشه دیگه گیر لگور برو چانتر بگر. بخی بری بخی کارگری بگیش نمیرسه چی کار داره؟ او وقتی بری چی؟ گشنه هم لا واه بیلا که سر داده تمام جیان نگه وقت بری نمی بابا گشنه شد که اما برم نمیره هم یکی که اونو بزیگه که سرشه. چی؟ جانی تو چیزی هست یا هست که تو از تنبری وقتی میخطی بخی برو که بعد بخی. با خدا گیر لخو ایواز این بگو خونه یه بدم لگونه نمیخود در پیش بره. تبر بیره بفهمیدی لگونه نمیخود. برو که باید آقا قیدنا شما سلخی بودی مدانا بلد بید من میرم سراغ و ساعت کار دارم. تبر بیره تبر تیجو کنه تربیت داره تبلک یا اینا شما کنم چیزی خواهی من کنم. من کار دارم گیر لخو. بیا کار دارم میگم. من خوبه کار دارم. بیا بخورم تو بخور. تو بیا بشی میه بخورم بخور. برفته بود برفته اما میرم کار دارم. بین کوچه شما که قیافه شما به شماره نمیخوره چرا شماره من دیگه زنگ میزنیم؟ آبا چی میگم؟ یک شماره اشتباهی زنگ زدم بده که جرم شده من خیال کردم همونه
به چی فهمیدم دمی که بیام آنها که ورزه که کدام چوک دبار چوکلو بیدم من وقتی بسید نکنم پشت سر کنم تر یک نظر بدیدم دیگه نفهمیدم برا تو وقتی بی چردبت رو جمع کنه اخلاق بیان رو خبر داری چردبت رو جمع کنه که به خیر بشینه او که بیاید دل جمع شه که خیلی دیگه پیدا نمیشه دیگه با شما به خیر بشی رخصت میکنه برای مخاله برومه همیشه که زندگی خود بکنه دیگه شیوه دشتیم ندشتیم راست میگی از میزن کمک بیتر داشته اشتباه کردم تو شما ریاله دلاره تو وقتی نوشته کنی طلاق نامه کنن وقتی من تنبور بگرد بگرد که من چه خور بگرد وقتی نوشته کنی نره وقتی برو نه میشه که شما دیگه برفتیم خیلی بیزی و سر بیان گفت با من مایم دیگه بس نظر کنم من کشتنی وقتی دیگه وقتی برو خودی بیان کمک از من که پیدا شد وقتی خونه من دیشب دل چون بینم هیچ نه و تو وقتی سیکو بیان تنبور اپنی پک بولی وارو باش شکم را میری دیگه نه شکم میگه نه بابا گرم بود در سر ما موتم این رو نبری بگم که بیده با دفت آمانه بکرده دیگه تو کمار دکستان نی که بری بگردی هیچ نه اگه میدی بشی که تا سرشی بشی من دیگه رو داره بشه میدیدن تو پیه رو همش کردم حتی دیگه تو اون خونه ما کلی رو فهمو گناه کردی باید نگاه کنی بیاد رو مثلا به دور نگاه برای که دیگه چنین خودبت هشت و اختلاس بخم خوب زن گرسته چرخونه ها بگو بینی خیلی نمیده بار بگو بده